سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 26 دکبر تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. عبدالستار پیر محمدزاده به 7 سال زندان محکوم شد. بازداشت یک نفر برای لطکوب ژورنالیست و فیلمساز تاجیک باباجان مهتاجیان. شاعر تاجیک عبدالوهاب جبارپور میگوید مقامات او را جستجو دارند. مرگ پر سر و صدای دو مهاجر تاجیک در یک خانه در شهر مسکو. چرا مردان تاجیک اینقدر بی‌غیرت شدند؟ شکایت یک زن مهاجر از روسیه. دادگاه روسیه نکاح باز یک مرد تاجیک و زن روس را قلبکی نامید و بیکار کرد. بازداشت یک گروه نابالغان برای لطکوب یک خواننده صنف 8 در کوچه فردوسی. و اکنون تفصیلات خبرها. دادگاه نهایی اسماعیل سامانی روز 26 دکبر سال 2022 در یک مرافعه پشت درهای بسته که در بنای سزا یا بازداشتگاه رقم 1 شهر دوشنبه دایر شد، ژورنالیست تاجیک عبدالستار پیر محمدزاده را با جرم همکاری با سازمان‌های ممنوع به 7 سال زندان محکوم کرده است. در این باره رادیوی آزادی از قبل عبدالکریم پیر محمدزاده برادر ژورنالیست زندانی خبر داد. عبدالکریم پیر محمدزاده خبر داده است که در روز اعلان حکم همسر و فرزندان روزنامه‌نگار را به تالار دادگاه راه دادند و دادگاه او را بر اساس قسم دوم ماده 307 علاوه 3 به همکاری با سازمان‌های ممنوع گناهکار دانست. خود پیر محمدزاده قبلا این اتهامات را شدیداً رد کرده گفت که زیر فشار و شکنجه مجبور شده بود که اتهام بافته و ساخته مقامات را به دوش بگیرد. عبدالکریم پیر محمدزاده برادر او نیز گفت که از 7 سال حکم برادرش راضی نیستند. حکم ناعادلانه است. با خلاصه دادرس راضی نیستیم. خودش قبلا و هنگام مرافعه نیز اتهام را بی اساس نامیده است. عیبدار کننده دولتی روز 16 دکبر از دادگاه برای پیر محمدزاده 7 سال زندان را طلب کرده بود. خود ژورنالیست در سخن آخرینش بار دیگر اتهامات به ضدش اعلان شده را بی پایه و بی اساس نامیده رد کرده بود. عبدالستار پیر محمدزاده در اول ماه ایول سال 2022 در پی نشر چند مراجعتنامه با طلب آزادی ژورنالیستان مستقل دلیر امام علی و عبدالله غربتی که 15 ایون به حبس گرفته شدند از جانب ماموران اوباب در منزلش در کنار شهر وحدت دستگیر شد. ماموران اوباب از وحدت برابر او ذوق‌بیک سیدامینی را که او هم با طلب آزادی دلیر امام علی و عبدالله غربتی صدا بلند کرده بود دستگیر کردند. این 4 نفر دلیر امام علی به 10 سال، عبدالله غربتی به 7 سال و 6 ماه و سیدامینی و پیر محمدزاده به 7 سال محکوم شدند. مرافع آنها در بنای سزا پشت درهای بسته و به اشتراک اهل جامعه و ژورنالیستان دایر شدند. در عموم در ماه‌های اخیر در تاجیکستان بیش از 10 بلاگر و ژورنالیستان به سالهای طولانی زندان محکوم گردیدند. این باعث شد که حامیان حقوق تاجیکستان را کشور زندان ژورنالیست‌ها بنامند. سازمان‌های بین المللی حامی آزادی مطبوعات حکم ژورنالیستان و بلاگرهای زندانی شده تاجیک را غیر عادلانه نامیده چندین بار از مقامات تاجیکستان دعوت کردند که همه ژورنالیست‌های بازداشت شده را آزاد کرده تعقیب مطبوعات را بحث کنند. دوشنبه تا کنون به این دعوت‌ها یگان پاسخ نداده است. ملیسیای شهر دوشنبه روز 26 دکبر سال 2022 خبر داد که نفر متهم به حمله و لطکوب ژورنالیست و فیلمساز تاجیک باباجان مهتاجیان را معاین و دستگیر کردند. طور یک روز قبل پایگاه خبری بامداد خبر داد افراد ناشناس چند روز پیش به مهتاجیان هنگام از کار به خانه برگشتنش حمله آورده یک چشم او را زده زخمی کردند. مهتاجیان در یک مطلب در فیسبوک از جریان کند تفتیش پروندهش اظهار نگرانی کرده بود، ولی در اطلاعیه ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه گفته می شود که به اطلاع شهروندان می رسونند که مراجعت شهروند محتاج باباجان محمودویچ سال تولدش 1992 اوید به مورد لطکوب قرار گرفتنش سنه 15 دکبر سال جاری رسما همچون جنایت اوباشی به قید گرفته شده بود و تفتیش پرونده با عیب خود مهتاجیان طول کشیده است. جهت بررسی خالصانه و گذرانیدن حرکت‌های تفتیشاتی گرچند مراجعت کننده به مقامات تفتیشاتی حاضر نگردیده باعث کشالکاری گردیده باشد هم، ولی در نتیجه چاره‌بینی‌های فوری و جستجویی گمان بر شونده معاین و دستگیر کرده شد. میگوید مرکز مطبوعات ملیسیای پایتخت بنا به اطلاع این نهاد همچون گمان بر شونده نابالغ وایدوف رستم اولماسوویچ
سال تولدش 2005 ساکن شهر دوشنبه نوع اسماعیل سامونی کوچه انزوب دستگیر کردیده است. ضمن سنجش معین کرده شد که سانحه 15 دکبر سال جاری تخمین ساعت 19:40 گمان بر شونده در کوچه انزوب در آمدگاه باغ غلبه به یگان اساس متوجف را مورد لطکوب قرار داده است که در نتیجه نام برده جراحت‌های جسمانی سبک برداشته است. عین زمان حادثه مذکور با مقصد آغاز نمودن پرونده جنایتی طبق طلبات ماده 237 او باشه کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان مورد تفتیش پیشکی قرار دارد. خبر میدهد میلیسیا. عبدالواحد جبارپور شاعر تاجیک مقیم روسیه که با حمله‌هایش به مخالفین و منتقدان حکومت نام برآورده بود، روز 25 دکبر سال 2022 در صفحه‌اش در فیسبوک خبر داد که مقامات حفظ حقوق تاجیکستان به دلایل‌های برایش هنوز نامعلوم او را جستجو دارند و طلب کردند که به بازپرسی حاضر شود. عبدالواحد جبارپور که چندین سال باز در مهاجرت کاری در روسیه قرار دارد، روز 25 دکبر در صحبت با پایگاه خبری بامداد گفت کارمندان شعبه مبارزه با جنایت‌های متشکلانه وزارت کارهای داخله در وادی زرافشان به مدیر مکتب دیهشان زنگ زده امر دادند که او هر کجا باشد برای بازپرسی به نزد آنها حاضر شود. سببش را یگان شرح ندادند که آیا از من چی میخواهند. امروز به مادرم زنگ زدم و مادرم خبردارم کرد که او باب تو را جستجو دارد. همه میدونند که من یگان بار لب به تنقید رهبر دولت یا یگان کارمند حکومت تاجیکستان نکشودم، بلکه برعکس مخالفین حکومت را آشکارا تنقید میکردم، گفت عبدالواحد جبارپور. خانواده عبدالواحد جبارپور در دهه 70 در جماعت شنگ در کنار شهر پنجکن به سر میبرند. عبدالواحد جبارپور که در شبکه‌های اجتماعی خیلی فعال است، در سالهای آخر چندین شعر با مذمت و تنقید از سازمان‌های اپوزیسیونی در تاجیکستان فعلا ممنوع از جمله حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و گروه 24 نشر کرده است. او همین طور با تفسیق حکومت از جمله در ستایش شهردار دوشنبه رستم امامعلی چندین شعر نشر کرد و به گفته خودش طول 4 سال من پشتیبانی از حکومت تاجیکستان با نهضتی‌ها و گروه 24 مبارزه بردم. نهضتی‌ها با فیکویشان مرا دشنام دادند و اینقدر توسط میسنجر دشنام و حقارت فرستادند که حساب ندارد. در آخر جز ضرر از کسی چیزی ندیدم. حتی شعری که به شهرداری دوشنبه محترم رستم امامعلی بخشیده بودم، اینقدر از نهضتی‌ها به هر یک حرف این شعر دشنام شنیدم. روز تو 50 فیک نهضتی را بلاک کردم. به این دلیل این شاعر تاجیک مقیم روسیه میگوید هیچ نمیفهمد که به کدام دلیل اوباب از پس گفتگو به او شده است. مقامات حفظ حقوق از جمله اوباب این دعوای شاعر تاجیک را هنوز شرح ندادند. نشریه روسی MK-ru خبر داد که صبح 22 دکبر سال 2022 در یک منزل در کوچه پرومایسکایا در شرق مسکو جسدهای 2 مهاجر تاجیک را پیدا کردند. هر دو در حالت خواب جان دادند. بنا به اطلاع دریافتی نشریه، مقامات تفتیشاتی مسکو علکی به تفتیش مرگ پر سر و صدای این دو زاده تاجیکستان که یکی 35 و دومی همگی 24 سال داشته خویشاوندان نزدیک بودند آغاز کردند. به گفته نزدیکانشان ففتیدگان نمازخوان بودند و مشروبات و یگان چیز دیگری ممنوع استعمال نمی‌کردند. هر دو آن شب با شغل بودند، ولی یکیش پیش از خواب از درد سر شکایت داشته است. بنا به اطلاع دریافتی MK این حادثه در یک منزل سر حجرگی در کوچه پرومایسکایا که در آن 9 مهاجر از تاجیکستان اجاره می‌نشستند رخ داده است. نزدیکی ساعت 7 صبح 22 دکبر یک زن 58 ساله از تاجیکستان که شبانه به حیث فراش کار میکرد در راه بازگشت از جای کار طبق معمول به پسر 35 سالش زنگ زده است تا او را بیدار کند، ولی پسرش که به حیث راهرو کار میکرد آن سحر به زنگ‌های مادرش جواب نداده است. زن به تشویش افتاده به جن 24 سالش که نیز در همان منزل به سر میبرد و همراه پسرش کار میکرد زنگ زده است، ولی او هم جواب نداده است. زن بیچاره از این بازم بیشتر به تشویش افتاده به پسر کلونیش که او هم در همان منزل زندگی میکرد زنگ زده از وی خواسته است که آنها را یک بار خبر بگیرد. پسر کلونیش با حجره دیگر در آمده دید است که هر دو علکه جان دادند. خویشاوندان به مفتشان نقل کردند که آن شب هر دو راهرو ساعتهای قریب 2 شب از کار برگشتند. یکی از آنها زود در آمده خواب رفته است، ولی دومی از درد سر شکایت کرده چای نوشیده است و سپس آببازی و طهارت کرده نمازهایش را خوانده است و تنها بعد این به بسترش در آمده خوابیده است. نزدیکانشان گفتند که
این دو مهاجر مشروبات و یگان چیز ممنوع استعمال نمیکردند و هر دو نماز خون بودند. آن شب این دو مهاجر تاجیک از کار برگشتند. هوا در مسکو چندان سرد هم نبود که آنها را هنگام راهروی سرد زده باشد. هر سال بیش از 1 میلیون نفر یا تقریبا نصف اهالی قابل کار تاجیکستان برای پیدا کردن روزی خانواده‌های خود به خارج و اساساً به روسیه به مهاجرت کاری میروند. بسیاری آنها با اهل خانواده‌های خود به روسیه میروند. هر سال در روسیه به دلایل مختلف تا 1000 نفر از مهاجران تاجیک میمیرند. فلاکت‌ها در جای کار و جای زیست از جمله سوختارها و بیماری‌ها از علت‌های عمده مرگ مهاجران تاجیک در روسیه نام برده می شود. تماشابینان عزیز، یادآور می شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می دهیم. اومینا یک زن مهاجر از تاجیکستان که در شهر کلچوگن ولایت ولادیمیر روسیه کار و زندگی می کند به پایگاه خبری بامداد در تماس شد و از رفتار برخی هموطنانش در این شهر شکایت کرد. اومینا نقل کرد که هفته گذشته روز 21 دکامبر در بیمارستان مرکزی شهر کلچوگن شاهد مناقشه یک زن تاجیک با یک مرد روس برای نوبت شد. پیش طبیب طبق قاعده یک کس با طلان می درآمد و یک کس از آنهایی که طلان ندارند. نوبت این زن که یگان 36 سال داشت ساعت 15:45 رسید. او یگان 20 دقیقه پیش دکتر ایستاد و وقتی که از آنجا برآمد یک مرد روس که او هم برای درآمدن به پیش این دکتر نوبت می‌پوید به این زن بیچاره چسبید که گویا خیلی زیاد در پیش دکتر ایستاده وقت دیگران را هم گرفته است. مرد روس که سالخورده و ظاهرا نفقه‌خوار بود با همان گپ مشهور پناهی خلی و از قبیل اینکه شما مهاجران همه از خود رفتین نقل میکند اومینا. زن تاجیک تو خیلی به گپ‌های آن مرد توقیت کرد و تنها همین قدر گفت است که من نوبت کسی را نگرفتم، ششتم تا رسیدن نوبتم بعد در آمدم. وقتی آن مرد از حد گذرانید این دفعه گفتش که ما تاجیکان حالا به مردم شما در وطنمان جای دادیم، کسی رو پیش نمی کنیم که. ولی آن مرد همچنان داد و وای میکرد و زن تاجیک بالاخره طاقتش توق و کوسه صبرش لبریز شد و گفت رود زکروش تاریک ازیول. مرد روس از این چنان به شور آمد که از گریبان آن زن تاجیک گرفت و پرسید که چی گفتی؟ زن که الکی رفته ایستاده بود و در نزد زینپایه و قرار داشت گفت که دویلی یعنی به این حالت رسانده. مرد روس بازم بیشتر به قهر آمده آن زن را چنان تله داد که قریب از زینپایه ها به پایان بیفتد. داد و وای آنها را شنیده طبیبان از حجره‌های خود برآمدند و از زن تاجیک طلب کردند که برآمده رود. عجیب آن بود که بنا به نقل اومینا در نوبت دکتر 4 مرد تاجیک نیز نشسته بودند که بین خود به تاجیکی صحبت میکردند. یگان نفر از این مردها به حمایت از آن زن تاجیک برنخیست، حتی در بین هم ندر آمدند که آنها را خلاص کنند. اومینا میگوید که او به خواری و زوری آن زن دیگر طاقت نکرد و به پلیس زنگ زد. کارمندان پلیس آمدند ولی آن 4 مرد تاجیک به افسران پلیس به ضد زن تاجیک بیانیه دادند، از آن مرد روس طرفداری کردند. این مردهای تاجیک باز من آن زن را طعنه کردند. آن زن را برای آنکه به عقیده آنها بی اساس با آن مرد روس 7 کرد، مرا برای آنکه به پلیس خبر دادم و گویا به عقیده آنها تاجیک‌ها را شرمنده کردند. کار به جای رسید که افسران پلیس به ما باور نکردند و یک دلیل اساسیشان هم نیز همین بود که میگفتند بینید حتی هموطنان خودتان به ضد شما بیان دادند. نقل میکند اومینا. او میپرسد که چرا مردان تاجیک اینقدر بی‌غیرت شدند. آن خود به جای از یک زن هموطن خود پشتیبانی کردند او را زیر باران طعنه و ملامت قرار دهید و حتی به ضد او به پلیس بیان دهید. کی به زن تاجیک شد؟ غیرت مردم ما کجا شد؟ اومینا همین طور از هموطنان خود را فریب دادن و به قول معروف کدت کردن مردان و زنان تاجیک صحبت کرده و از جمله از یک جوانزن از اسار قصه کرد که با صد امید به روسیه به مردکاری آمده است ولی میانرفای بی انصاف با وعده یافتن جای کار پولش را گرفتند و غیب زدند. نقل میکند اومینا و میگوید خودش در کلچوگن جای کار خوب و خانه و در دارد ولی دلش به هموطنان بی‌حقوقش سخت میسوزد. دادستانی ناحیه فرونزه شهر ساراتوف روسیه روز 26 دکامبر سال 2022 خبر داد که با طلب این اداره دادگاه محلی عقد نکاح بین یک شهروند تاجیکستان و یک زن ساکن ساراتوف را قلبکی اعتراف کرده بیکار کرده است. دادستانی میگوید این مرد تاجیک در عوض کمک مولوی تنها به خاطر برای آسانتر به دست آوردن شهروندی روسیه
با آن زن ازدواج کرده بود و در اصل با او زندگی مشترک نداشت. عقد نکاح این مرد تاجیک با زن ساکن ساراتوف ماه ایول سال 2019 در شعبه زاکس نویه فرونزه شهر ساراتوف رسما ثبت شده بود. این مرد تاجیک و همسر امکنون سابق او برای شرح قضیه دسترس نیستند، ولی داستانی نویه فرونزه میگوید که آن زن گویا در جریان بازپرسیش اقرار کرده است که هنوز هنگام شناخت شدنشان آن مرد تاجیک به او فهمانده است که این عقد نکاح برایش تنها برای آسانتر گرفتن شهروندی روسیه لازم است. در عوض عقد نکاح مرد تاجیک به آن زن روس کمک مولوی میرسانیده است. داستانی میگوید بعد عقد نکاح این جفت امروز زندگی نمیکردند و خواجگی مشترک پیش نمیبردند. به این دلیل داستانی به خلاصه آمده است که این نکاح قلبکی است، چون که با مقصد تشکیل عائله بسته نشده است. این نخستین مورد به عقد نکاح‌های قلبکی عیبدار شدن زادگان تاجیکستان در روسیه نیست. مهاجران زیاد در روسیه به خاطر بارای آسان‌تر به دست آوردن حق اقامت و در آینده به دست آوردن شهروندی روسیه از نکاح با ساکنان روسیه از جمله از نکاح‌های قلبکی استفاده میبرند. در این اواخر دادگاه‌های روسیه ده‌ها نکاح شهروندان روسیه با مهاجران خارجی را قلبکی دانسته بیکار کردند. اگنتی مبارزه با کروپسیای تاجیکستان روز 26 دکبر سال 2022 از آشکار شدن حالت تصرف مبلغ‌های بزرگ در فیلیال کارخانه واحد دولتی تاجیک سوغورتا در شهر دوشنبه خبر دادند. مرکز مطبوعات اگنتی گفت این حالت‌های تصرف مبلغ‌ها در جریان سنجش مالیوی فعالیت‌های این فیلیال آشکار گردید. در اساس نقشه تفتیش و سنجش‌های مالیوی اگنتی برای سال‌های 2021-2022 در فیلیال کارخانه واحد دولتی تاجیک سوغورتا در شهر دوشنبه سنجش مالیوی گذرانیده شد. ضمن سنجش وابسته به درآمد و خراجات ورقه‌های حساباتی معین گردید که مسئولین کارخانه مذکور به مقدار 5375 دانه پول سوی سوغوردوی که مبلغ اون طبق معیارهای مقرر شده 668200 سومانی را تشکیل می‌دهد به شهروندان فروخته این مبلغ را تصرف نمودند. گفته می شود در اطلاعیه مرکز مطبوعات اگنتی مبارزه با کروپسیا تفصیلات دیگر آورده نشده است. این هم گفته نشده است که آیا یگان نفر از مسئولان این کارخانه دستگیر شد یا نه. کارخانه واحد دولتی تاجیک سوغورتا یکی از نهادهای دولتی غیر شفاف و فساد زده به شمار می رود. و حالا یک مرور کوتاه به اخبار کریمینالی و حادثه های ناخوش روز. ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه روز 26 دکبر سال 2022 خبر داد که همه اشتراکچیان لطوکوب یک نابالغ از جانب خوانندگان چند مکتب در کوچه فردوسی پایتخت را معین و دستگیر کردند. شام 25 دکبر در یک قطار شبکه‌های اجتماعی از جمله در پرویز تیوی ویدیویی نشر گردید که در آن لحظه مناقشه در زیر لطوکوب قرار دادن یک نابالغ از جانب گروه نورسان انعکاس یافته بود. مرکز مطبوعات ملیسای دوشنبه گفت از جانب کارمندان مقامات ملیسای پایتخت یک قطار چاره‌بینی‌های فوری جستجویی گذرانیده شده حالت جنایتی مذکور پر را معین کرده شد و ویران کنندگان ترتیبات جمعیتی دستگیر کرده شدند. در نتیجه سنجش معین گردید که حادثه مذکور صحنه 30 نوامبر سال جاری تقریبا ساعت 13:00 در کوچه فردوسی شهر دوشنبه رخ داده است. خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی رقم 77 78 و 57 با هم دیگر رفیقند. با مصلحت پیشکی یک خواننده صنف 8 مکتب رقم 5 را مورد لطوکوب شدید قرار داده همزمان حالت افغاشی خود را نواربرداری و در شبکه‌های اجتماعی نشر کردند. گفته می شود در اطلاعیه بنا به گزارش ملیسای پایتخت در حال حاضر همه گمانبر شوندگان دستگیر گردیده از جانب کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی یک در نویه فردوسی مواد لازمه ترتیب داده شده است و قضیه مورد تفتیشات پیشکی قرار دارد. درباره سبب‌های آن خواننده صنف 8 را لطوکوب کردن این گروه نورسان در اطلاعیه ملیسای دوشنبه چیزی گفته نشده است. در نتیجه گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان ملیسا معین کرده شد که مرد 33 ساله ساکن شهر اسفاره که پیش با ماده 252 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان صادر شده است 22 دکبر سال 2022 تقریبا ساعت 17:20 در حالت مستی با طریق زورآوری از دست زن 33 ساله ساکن شهر مذکور یک عدد تلفن موبیل تمغه ردمی 11 را تصرف نموده از جای حادثه غیب شده است.
اوید به این حادثه پرونده جنایتی با ماده 248 قسم 2 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. در نتیجه گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، نورز 14 ساله و جوان 18 ساله ساکنان ناحیه رودکی همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شدند. نام بردگان 24 دکمبر سال 2022 هنگام در حدود خیابان اسماعیل سامانی پایتخت قرار داشتنشان از گرد و اطراف کاخ نوروز 26 عدد سرک‌های فواره‌ها را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. ضرر رسانیده شده 13,000 سامانی را تشکیل می‌دهد. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bamdad.com. خوش باشید.